بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. یکی از کارهای خیلی ساده‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما معرفی کردن برای ورود به بهشت تلاوت آیت الکرسی هست بعد از هر نماز. ما میدونیم که آیت الکرسی بزرگترین و عظیمترین آیه قرآن کریم هست. طولانی ترین آیه نیست، عظیمترین آیه قرآن هست، چون که تمام صفات کمال الله متعال را در خود جمع کرده و صفات نقص و عیوب را از الله متعال دور کرده. چون که محتوایش در مورد صفات کمال و جلال الله متعال هست، عظیمترین آیه در قرآن کریم هست. بنابر روایت ابو امامه رضی الله تعالی عنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که آیت الکرسی را بعد از هر نماز فرض بخواند، هر کس که آیت الکرسی را بعد از هر نماز فرض بخواند، دوباره کل صلات مکتوبه، یعنی بلا فاصله بعد از هر نماز فرضی آیت الکرسی را بخواند، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که لم یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. چیزی مانع ورود به بهشت نیست برایش جز این که بمیرد، یعنی به محض این که بمیرد وارد بهشت می شود. یعنی این که تلاوت کردن آیت الکرسی بعد از هر نماز یکی از اعمال پسندیده ای هست که ثواب و پاداشش ورود به بهشت هست. ما که خواهان بهشت هستیم، می خواهیم که تضمین‌های زیادی رو داشته باشیم. یکی از تضمین‌ها این حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست در سنن نسائی که بسیار از علما مانند شیخ البانی رحمت الله علیه این رو صحیح دانستند. پس بنابراین آیت الکرسی را جز اوراد خودمون قرار بدهیم که بعد از هر نمازی حتما این رو انشالله بخوانیم. از ما وقتی رو هم نمیگیرد، اما در مقابلش این فضیلت رو و این ثواب بسیار بزرگ رو الله متعال به من و شما انشالله عنایت خواهد کرد. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.